سوال خیلی هست. چه خونه یا ملکی برای سرمایه گذاری خوب؟ امروز میخوام 3 نشونه مهم رو بهت بگم. نشونه اول موقعیت محله است. محله‌ای که در حال توسعه است و پروژه‌های عمرانی یا امکانات جدید مثل مترو، مدرسه یا مرکز خرید داره، همیشه رشد قیمتی بیشتری. نشونه دوم قابلیت نقد شوندگی. ملکی خوبی که وقتی خواستی بفروشیش سریع مشتری داشته باشه. خونه‌های با متراژ مثلا 70 تا 120 متر که معمولا راحت‌تر به فروش میرن مورد خوبی هستن برای خرید و سرمایه‌گذاری. نشونه سوم سند شفافیت حقوقیه. هیچ چیزی مهمتر از سند بدون مشکل نیست. حتی اگه قیمت ملک ارزان باشه ولی سند شفاف نباشه خودش یک سرمایه‌گذاری پر ریسک محسوب میشه. سرمایه‌گذاری توی ملک یعنی امنیت بلند مدت، اما فقط وقتی این اتفاق میفته که با دقت انتخاب کنید. راستی شما اگه بخواید سرمایه‌گذاری کنید بیشتر سمت خونه‌های نوساز میرین یا ترجیح میدین که زمین بخرید؟ توی کامنت ها برامون بنویسید.